آقا یه لحظه تصور کن یه ماشین خریدی انقدر بی سر و صدا روون که انگار داری تو هوا سر میخوری. نه مثل عرابه‌های قراضه یهو وسط اتوبان غافل گیرت کنه و بذارت لنگ در هوا. نه ماهی یه بار مجبور بشی ببریش تعمیرگاه و کل حقوقتو خرجش کنی. یه ماشین میخوای فقط بنزین بزنی و عشق کنی بدون اینکه یه ریال خرج رو دستت بذاره. میگی داریم؟ آره داریم. اتفاقا تو ایران خودمونم از این جینگولیا پیدا میشه. تو این ویدیو میخوام 5 تا از ماشینای جون سخت و به قول معروف آچار فرانسه بازار ایران رو بهت معرفی کنم. اینا همونایین که تو گذر زمان امتحانشون رو پس دادن و نشون دادن الکی لقب با دوام رو یدک نمیکشن. اگه دنبال یه ماشین بی دردسر و کم خرج میگردی کمربندتو ببند که قراره یه چرخی تو دنیای ماشینای استثنایی بزنیم. شماره 1. اول از همه میریم سراغ رنو توندر 90 معروف به ال90 ملقب به تانک فرانسوی. این ماشین انقدر جون سخته که انگار با خودش عهد بسته تا آخر عمر تعمیرگاه نره. اگه دقت کرده باشی هنوزم کلی تاکسی ال90 تو خیابونا میبینیم که دارن مثل ساعت کار میکنن. دلیلش چیه؟ خیلی ساده است. این ماشین یه جوری ساخته شده که انگار قرار نیست خراب بشه. نه موتورش ادا در میاره، نه گیربکسش دندی کم میاره، نه برقش بی دلیل قاطی میکنه. واسه همینه که حتی بعد 300,000 کار کرد هنوزم مثل اسب سر حال. البته قبول دارم ما قیافش هم یکم تو ذوق میزنه و انگار از دهه 80 میلادی جا مونده، ولی باطنش خدایی طلاست. پس اگه دنبال یه ماشین بی دردسر عمری میگردی ال90 یه انتخاب عالیه. فقط یادت باشه اگه دنبال آپشن و زرق و برقی این ماشین مناسب تو نیست. شماره 2. حالا میرسیم به رنو ساندرو. اگه بخوام راستشو بگم ساندرو همون توندر 90 خودمونه ولی با یکم آرایش و پیرایش. یعنی همون موتور گیربکس و همون قطعات با دوامو داره ولی قیافش یکم بهتر شده و بیشتر به دل میشینه. در واقع ساندرو مثل این میمونه که یه اسب رو با یه زین خوشگلتر و رنگیتر بپوشونی. از لحاظ فنی هیچ فرقی با توندر 90 نداره و همونقدر کم خرج و بی دردسره. بازار خرید و فروشش هم داغه و هر وقت بخوای میتونی سریع بفروشیش. ولی خب یکم گرونتر از ال90 و آپشن خاصی هم نداره. پس اگه یه ماشین کم خرج با قیافه بهتر میخوای ساندرو یه گزینه خوبه. شماره 3. نوبتی هم باشه نوبت میرسه به مازدا تری. این ماشین یه جورایی شیطون دوست داشتنی. قیافش اسپورت و جذابه و رانندگی باهاش خیلی لذت بخشه. ولی چیزی که باعث شده تو این لیست قرار بگیره دوام و کیفیت بالای قطعاتشه. مازدا 3 حتی بعد سالها استفاده کیفیت خودشو حفظ میکنه و به این راحتی از رو نمیره. موتورش انقدر قوی و با دوامه که انگار با خودش عهد بسته تا ابد کار کنه. گیربکسش هم نرم و دقیق دنده عوض میکنه و حسابی حالتو جا میاره. البته یکم حساسه و باید بنزین سوپر بزنی وگرنه زود قاطی میکنه. قطعاتش هم گرونه و اگه یه وقت خراب بشه باید کلی پول خرجش کنی. ولی در کل اگه دنبال یه ماشین اسپورت و با کیفیت میگردی که سالها برات کار کنه مازدا 3 انتخاب عالیه. شماره 4. حالا میریم سراغ یه کره‌ای با اصل و نسب، یعنی کیا سراتو مونتاژ سایپا. این ماشین یه جورایی انتخاب عاقلانه و بی دردسره. اگه یه ماشین کره‌ای کم خرج و خوش فروش میخوای سراتوی سایپا یه گزینه عالیه. موتورش قوی و با دوامه، گیربکسش نرم و روونه و بازار خرید و فروشش هم خیلی خوبه. یعنی هر وقت بخوای میتونی سریع بفروشیش و پولتو نقد کنی. البته مدل‌های مونتاژی نسبت به وارداتی‌ها یکم افت کیفیت دارن و آپشناشون هم کمتره. ولی در کل اگه یه ماشین کره‌ای میخوای که سالها برات کار کنه و دردسر نداشته باشه سراتوی سایپا یه انتخاب بی‌نظیره. شماره 5. و اما میرسیم به اسطوره بی‌رقیب ماشینای با دوام، یعنی تویوتا کورولا. اگه یه ماشین باشه که تو کل دنیا به کم خرج بودن و دوام معروف باشه
اون قطعاً کرولاست. این ماشین انقدر جون سخته که حتی تو کشورهای دیگه هم 500,000 کیلومتر کار کرده و هنوز داره مثل ساعت کار میکنه. تو ایران هم هر کی کرولا خریده عاشق دوام و کم خرج بودن این ماشین شده. موتور گیربکسش انقدر خوبن که انگار قرار نیست خراب شن. مصرف سوختش هم مناسبه و ارزش خرید و فروشش هم خیلی بالاست. یعنی حتی بعد چند سال هم میتونی با یه قیمت خوب بفروشیش. فقط یه مشکل کوچیک داره. اونم اینه که پیدا کردن مدلای کم کار کردش تو ایران یکم سخته. ولی اگه یه کرولای تمیز پیدا کنی خیالت تا سالها از بابت ماشین راحت میشه. خب اینم از معرفی 5 تا از ماشینای کم خرج و با دوام بازار ایران. اگه دنبال یه ماشین داخلی کم دردسر میگردی، تندر 90 و ساندرو بهترین گزینه‌ها هستن. اگه یه کره با کیفیت و خوش فروش میخوای، سراتو سایپا یه انتخاب عالیه. ولی اگه ژاپنی بازی و دنبال یه ماشین میگردی که سالها برات کار کنه، مازدا 3 و تویوتا کرولا بهترین انتخابا هستن. حالا شما بگید تا حالا تجربه رانندگی با این ماشینا رو داشتید؟ کدوم یکی واقعا از همه کم دردسرتره؟ نظرتون رو توی کامنت ها بگید. راستی اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید.